خیلی از من سوال میشه که بحث مذاکرات که خب طبیعتاً آینده اقتصادی ایران رو تشکیل میده به چه سمت و سو میرسه. نکنید ما در برجام گذشته که به توافق رسیدیم 5+1 دو سه تا مشکل اساسی داشت. یکی که خب کد خدا خودش تعیین کننده نبود که در یعنی طرف اصلی ماجرا نبود و یک مرجونی حالا روسیه و چین و اروپا با جمع شده بودن، ایزن آمریکا هم بود. این یکی از اشکالات قصه بود که خود منافع رو بین شرکای زیاد تقسیم می‌کرد. خب مذاکره برای چی انجام میشه؟ برای منافع. خود برجام سست بسته شد و هر کسی میتونست بزنه زیرش. در اتفاقی که الان افتاده کاملا قصه فرق میکنه. اولا شما رفتی با کد خدا نشستی، تمام منافع بین این دوتا تقسیم میشه. نکته دوم اگه یادتون باشه اونجا زمانی که برجام خواست اتفاق بیفته، وزیر امور خارجه عربستان با هواپیما بلند شد رفت وین. در فرودگاه وین 5 ساعت با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد و گفت هر چی شما از برجام میخواید بگیرید ما به شما میدیم، ولی با ایران توافق نکنید. امروز یکی از کسانی که در سفر آینده ترامپ به خاورمیانه میخواد تاکید بکنه به این که با ایران به توافق برسید عربستان سعودی هست. این قانون تغییر به سمت منافع اقتصادی هر کشوری. کشورها در اصل منافعشون تغییر استراتژیک میدن. برای همینه که من میگم 1404 سالیه که تصاویری خواهید دید که در تمام این 46 سال ندیدید.